وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده‌های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می‌دهد. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه‌های مهاجران امکان می‌دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی‌خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه‌دار می‌کند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راه مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌دراید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه‌های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او، نتیجه‌های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه بغیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نیست.